به نام خدا، امروز سمیناری تحت عنوان Phase Field Modeling of a Fatigue Based of a Macromechanics Approach توسط خانم سارم در واقع برگزار خواهد شد و همچنین عنوانش معلوم هسته در واقع توسعه مدل سازی روی در واقع خستگی به روش در واقع ماکرومکانیک هستش که روی بریتل متریال یا شکننده نیمه شکندن گفته بودی انجام میشه. ایشون در واقع دانشجوی دکترای دانشگاه در واقع کیو لوون هستند. ما از ایشون خواهش میکنیم که این پرزنتیشن رو در واقع خیلی ممنون که اومدن و در واقع برای دانشجوی ما در واقع بتونن کمک بدن ریسرچ هایی که توی جای مختلف داره انجام میشه. با معرفی اپسیلون دی برای حالتی که ماکروکرک ها اوپن میشن انجام دادیم. اینجا دوباره همون RVE رو میبینید که زوم کردیم روی یک ماکروکرک در حالتی که اوپن هست و بنابراین اپسیلون دی رو به این صورت تعریف کردیم که وقتی که ماکروکرک ها اوپن میشن یک فرمولیشن متفاوتی از اپسیلون پی خواهد داشت که اینجا جی میو و جی کی همون توابع خرابی هستن یا دمیج فانکشن هستن. توی حالت کلوزد ماکروکرک می‌بینیم که به خاطر این سرفیس اسپریتی ها، این ناهمواری‌هایی که بین سطوح داریم، انتظار لغزش و به وجود اومدن پلاستیک استرین رو داریم. بنابراین توی این حالت وقتی که ماکروکرک ها کلوز هستن، ما اومدیم پلاستیسیتی اِوولوشن ایکویشن رو به این صورت تعریف کردیم. یعنی وقتی که ماکروکرک ها اوپن هستن، ما انتظار پلاستیسیتی استرین نداریم و بنابراین پلاستیک ایولوشن باید صفر باشه و وقتی که کلوز هستن به همون فرمتی که همیشه هست لانداین هت خواهد بود. قول میدم فقط این اسلاید و یک اسلاید مربوط به فتیگ مربوط به فرمولیشن باشه، ولی خب این نیاز هست که بدونیم که مدل چجوری کار میکنه. اول از همه این رو در نظر داشته باشید که همونطور که گفتم ما بین ماکروکرک ها تفاوت قائل میشیم. فرض مسئله این هست که ماکروکرک ها یا همزمان همه اوپن هستن یا کلوز هستن. در حالتی که ماکروکرک ها اوپن هستن ما انتظار رفتار بریتل داریم از ماده و بنابراین فرمولیشن انرژیش به این صورت هست که صرفاً استیفنس تنسور دمیج هست و استرین رو داریم. اما در حالتی که کلوز هستند ما انرژی اون سالید متریکس رو داریم و انرژی محاصره شده در اون ماکروکرک ها وقتی که دارن اسلاید میکنن و بنابراین همونطور که میبینید و اول کار گفتم خوبی این مدل این هست که مثلا اینجا کینماتیک هاردنینگ داریم، از پیوستگی این تابع انرژی به وجود میاد و دیگه نیازی به تعریف کردن موارد هیوریستیک برای کینماتیک هاردنینگ و سایر پارامترها نیست. این از خود مدل به وجود میاد. این الاستیک استرین رو همونطور که تو اسلاید قبل گفتم ما متفاوت کردیم. گفتیم وقتی که اوپن باشه از این فرمولیشن به وجود بیاد، وقتی که ماکروکرک ها کلوز باشن با توجه به همون ایولوشن ایکویشنی که داریم اپسیلون پی به وجود بیاد. SP که دریویشن فری انرژی هست نسبت به پلاستیک استرین، در حقیقت معنی فیزیکیش استرسی هست که بین ماکروکرک ها هست. بنابراین وقتی ماکروکرک ها اوپن هستن هیچ کانتکتی با هم ندارن، بنابراین استرس صفر هست. پس SP صفر هست، اوکیه. وقتی که کلوز باشن SP از این طریق به وجود میاد. به همین دلیل هست که من گفتم تریس آف SP رو به ذهن بسپارید. یعنی بخش والیومتریک SP رو به ذهن بسپارید. تریس آف SP در حقیقت برای ما مشخص میکنه کی ماکروکرک ها اوپن هستن، کی ماکروکرک ها کلوز هستن، یا کی توی تنسایل رژیم هستیم و کی توی شیر رژیم هستیم. و به این طریق ما میتونیم هر دو مود فیلیر رو داشته باشیم، مود 1 و مود 2 رو داشته باشیم. برای برگردیم به همون مثال قبل. الان این نمودار حالت دشت آبی رو زمانی هست که اون مودیفیکیشن رو اعمال کردیم و دیگه توی فورس دیسپلیسمنت کرو میبینید که برگشتیم به اوریجین و توی تنسایل رژیم ما هیچ رزیدوال استرینی نداریم و این همون چیزی هست که ما انتظار داریم. و تریس آف اسپی هم همونطور که گفتم وقتی تریس آف اسپی صفر بود ما اوپن ماکروکرک تنسایل رژیم داشتیم و اینجا تریس آف اسپی صفر باقی میمونه حتی توی آنلودینگ. دیگه ماکروکرک ها خیلی آهسته بسته میشن تا وقتی که آنلودینگ تموم بشه و نشون دهنده تنسایل رژیم هست.
پس اوکی شده الان این فاز. توی استپ بعدی ما باید فتیگ رو، چون در نهایت میخوایم به سمت فتیگ پیش بریم، باید فرمولیشن فتیگ رو توی مدلی که داریم ایمپلمنت کنیم. حالا به چه شکل ما این کار کردیم؟ دو حالت معمولا توی لیترچر میبینیم که فتیگ رو در نظر گرفتن. یا اینکه به صورت یک ادیتیو کانتریبیوشنی به انرژی اضافه شده یک تابعی، یا اینکه به صورت یک فتیگ دیگریدیشن فانکشن ما میایم فرکچر انرژی رو دیگرید میکنیم. به این معنی که ما وقتی که داریم به یک سازه نیرو وارد میکنیم، بعد از گذر زمان به یک ترشهولدی میرسه اون سازه که دیگه مقاومت قبلش رو نداره و از اون به بعد انگار که این فتیگ دیگریدیشن شروع میشه، انگار که هی ultimate strength اون سازه کم و کمتر میشه. این به کمک فتیگ دیگریدیشن فانکشن اعمال شده. بنابراین وقتی به این ترشهولد یا F0 رسیدیم، اون وقت هست که این فتیگ دیگریدیشن فانکشن فعال میشه، همونطور که از اسمش معلومه دیگریدیشن فانکشن هست و بنابراین مقدار بین 0 و 1 داره و از 1 شروع میشه و به 0 ختم میشه. حالا این تعریف کردن این فتیگ دیگریدیشن فانکشن دلخواه هست. من از لیترچر استفاده کردم، از کار کارارا که توی ETH کار میکنه و یا اسیمپتوتیک رو استفاده کردم یا لوگاریتمیک و صرفاً این نشون میده که ما کی و چجوری این فتیگ دیگریدیشن فانکشن رو کاهش بدیم. اما وقتی که به فتیگ فکر کنیم میبینیم که یک تابعی هست که با زمان تغییر میکنه و نیازمند این هست که ما یک چیزی رو جمع بزنیم مدام و ببینیم از کی به بعد این فتیگ یا این خرابی باید اتفاق بیفته. اینجا چیزی که ما در نظر گرفتیم انرژی بوده. به این معنی که ما انرژی رو یک کومولتیو انرژی رو در نظر گرفتیم و اینجا H یک هیوی سایت فانکشن هست، یه چیز ساده هست فقط برای اینکه جلوگیری کنیم از مجموع این انرژی در حالت آنلودینگ، چون آنلودینگ دیگه برای ما فتیگی به وجود نمیاره، اون بخش لودینگش هست که داره خستگی رو به وجود میاره و بنابراین به این صورت فتیگ وریبل رو تعریف کردیم و با این فتیگ وریبل، با مقایسه این فتیگ وریبل با اون ترشهولد میفهمیم که کی باید این فتیگ دیگریدیشن فانکشن رو فعال کنیم و توی این فرمولیشن این دیسیپیشن پتانسیال و این دمیج ییلد فانکشنی که نشون دادم و باعث سردرد میشه، تنها چیزیش که مهمه اینه که ما این فتیگ دیگریدیشن فانکشن رو هر جا که فرکچر انرژی رو ببینیم بهش اضافه میکنیم. یعنی فرکچر انرژی در حقیقت نشون دهنده نهایت قدرت اون ماده هست و فتیگ دیگریدیشن فانکشن میاد اون قدرت ماده رو کم میکنه. حالا ما چجوری این مدل رو اومدیم ایمپلمنت کردیم؟ خب مثل هر مدل دیگه ای اصلا کلا کار ما چی هست؟ ما دوست داریم که مثلا این ماده رو بخوایم مدل کنیم، دوست داریم کوانتیفای کنیم، دوست داریم بدونیم که چجوری میتونیم این رو کوانتیفای کنیم که در نهایت بتونیم پردیکت کنیم رفتارش رو، یعنی به صورت ریاضی در بیاریم این مدل رو. برای به صورت ریاضی در آوردن حالت ماده یا رفتار ماده ما کانستیتوتیو ایکویشن ها رو داریم، همونطور که گفتم کانستیتوتیو مدل ها که توی کانتینیوم اسکیل هستن و این کانستیتوتیو ایکویشن ها از یه سری وریبل استفاده میکنن و نهایت هدف ما این هست که این وریبل ها رو بتونیم به دست بیاریم دیگه. خب این وریبل ها توی این مدل ما دیسپلیسمنت هست U، دمیج پارامتر هست آلفا و اپسیلون پی هست پلاستیک استرین و برای این کار ما 3 تا انگار ریز معادله داریم که حل کنیم. اکویلیبریوم رو داریم، دمیج رو داریم، پلاستیسیته رو داریم. توی اگر به صورت کلی بخوایم نگاه کنیم، چون پتانسیال انرژی نسبت به تک تک اینها کانوکس هست اما به صورت کلی کانوکس نیست، یعنی به صورت کلی مینیمم نداره اما نسبت به تک تک این وریبل ها مینیمم داره و ما باید مینیمم رو به دست بیاریم که این وریبل ها رو به دست بیاریم و نهایتا رفتار ماده رو بتونیم پیش بینی کنیم. برای این کار 2 تا روش داریم، یا استگرد الگوریتم داریم یا مونولیتیک الگوریتم. مونولیتیک الگوریتم میاد همه این پارامترها رو همزمان حل میکنه که خب طبیعتا زمان کمتری میگیره و افیشنت هست اما خیلی روباست نیست.
اما توی استگرد الگوریتم میاد تک تک این پارامترها رو جدا جدا به دست میاره و بنابراین روباست‌تره اما افیشنت نیست. کاری که ما کردیم از استگرد الگوریتم استفاده کردیم چون فرمولیشن به اندازه کافی پیچیده بود و خیلی با مونولیتیک کار ما پیش نمیرفت. این الگوریتم خیلی پیچیده به نظر میاد اما ساده تر از این حرف هست. همونطور که گفتم ما باید اکویلیبریوم حل کنیم، پلاستیسیتی ایولوشن و دمیج ایولوشن و 3 تا اینترنال وریبل رو به دست بیاریم. بنابراین میایم توی هر استپ میگیم که اوکی از استپ اول شروع میکنیم. استپ اول برای هر 3 تای این وریبل ها یه مقدار اولیه در نظر میگیریم و بعد میایم توی استپ بعدی وقتی میخوایم اکویلیبریوم ایکویشن رو حل کنیم یو رو میخوایم به دست بیاریم، اون 2 تا پارامتر دیگر رو ثابت در نظر میگیریم. توی مرحله بعد میخوایم پلاستیستر حل کنیم، بنابراین اپسیلون پی رو میخوایم حل کنیم، اون 2 تا پارامتر دیگر رو از استپ قبل ثابت نگه میداریم. بنابراین این ایتریشن رو انقدر انجام میدیم که به یک تالرنس دلخواهمون برسیم و تمام. توی هر استپ انگار ما این 3 تا وریبل رو به دست آوردیم و انگار کل مسئله‌مون رو حل کردیم. دیگه داریم به بخش هیجان انگیزش نزدیک میشیم. وقتی که ریزالت رو میبینیم توی این اسلاید یک مسئله خیلی ساده دوباره برمیگردیم به همون سینگل المنتی که داشتیم، اما الان دیگه ما توی سایکلیک لودینگ هستیم. میخوایم ببینیم تحت سایکلیک لودینگ یا فتیگ چجوری واکنش نشون میده مسئله ما. میبینیم که اول ما اومدیم اینجا تنسایل با اکسال تنسایل اپلای کردیم و بعدش هم کامپرشن و بنابراین اینجا اپلاید لود رو میبینید که اول تنشن بعد آنلود کردیم و بعد کامپرشن و بعد آنلود و این همینطوری ادامه پیدا کرده برای 4 تا سایکل. اینجا پارامترهای مدل رو میبینید، قبلا معرفی نکردم اما طبیعتا مثل چون که مدل ما دمیج و پلاستیسیته داره هم طبیعتا یانگز ماژولس داره، پویسن ریشیو داره و فریکشن کوئفیشنت و دایلیشن کوئفیشنت که مربوط به مدل پلاستیستمون هستن. پلاستیسته ما درکر پراگر هست و فرکچر تافنس هست. همونطور که قبلا گفتم ما بین مود 1 و مود 2 تفاوت ایجاد میکنیم، بنابراین فرکچر تافنس هم مود 1 داریم هم مود 2 داریم و این 2 تا پارامتر آخر هم که مربوط به فتیگ هست، مربوط به فتیگ ترشهولدمون هست و این وریبلی که برای لوگاریتمیک اسکیلمون استفاده میکنیم. خب همونطور که گفتم ما اول توی تنشن اینجا استرس استرین کرو رو میبینید. اول توی تنسایل لود داشتیم، بعد آنلود کردیم، بعد کامپرشن، آنلود، دوباره تنشن، آنلود، کامپرشن و همینطور میبینید که این اسلوپ نمودار ما داره کم و کمتر میشه. این در اثر دگریدیشن فتیگ دگریدیشن فانکشنی هست که ما اعمال کردیم. اینجا دمیج رو نشون دادم، دمیج پارامتر رو در طی زمان. ببینیم که اول خب دمیج طبیعتاً توی تنشن هستیم، رشد میکنه و بعد توی آنلودینگ ثابت میمونه چون داریم فقط آنلود میکنیم و بعد توی کامپرشن دوباره یک مقداری رشد میکنه، دوباره آنلود ثابت میمونه و بعد دوباره توی تنشن رشد میکنه. اینجا هایدروستاتیک جنرالایز استرس یا همون تریس آف اسپی که گفتم به خاطر بسپارید رو نشون دادم. گفتیم وقتی تریس آف اسپی 0 باشه یعنی اوپن ماکرو کرک داریم، وقتی منفی باشه یعنی کلوز ماکرو کرک داریم. اینجا توی حالت تنشن 0 بوده و بعد منفی میشه، دوباره توی کامپرشن دوباره توی تنشن 0 و بعد منفی میشه و اینجا استیت رو ما بین اوپن و کلوز ماکرو کرک تفاوت قائل میشیم دیگه. بنابراین اول توی تنشن اوپن ماکرو کرک داریم و بعد کلوز ماکرو کرک داریم. خب بنابراین این نشون میده که الان مدل داره درست کار میکنه و اون مودیفیکیشن که اعمال کردیم کار رو برای ما انجام داده. توی مثال بعدی یک داگ بون شیپت اسپسیمنی داریم که از پایین فیکس شده، از 2 طرف داره بهش کامپرشن وارد میشه، یعنی با اکسال کامپرشن داریم و از بالا داریم بهش تنشن وارد میکنیم.
اول حالت مونوتونیک رو بهتون نشون دادم، یعنی وقتی که صرفا این یوتی، این تنشن داره زیاد میشه و این با این کامپرشن ثابت مونده. توی دو حالت، یکی اینکه کامپرشن کم باشه، این کامپرشن که اینجا اعمال کردیم 20 مگاپاسکال باشه، یکی اینکه 100 مگاپاسکال باشه. الان اینجا دمیج فیلدش رو میبینید به صورت انیمیشن. اینجا اثر کامپرشن رو ما میبینیم و توانایی مدل برای کپچر کردن هر دو حالت فرکچر. وقتی که کامپرشن کم باشه ما تقریبا تنسایل فرکچر داریم، اما وقتی که کامپرشن زیاد باشه میبینیم که مسیر کرک به سمت شیر فرکچر پیش رفته و اینجا هم فورس دیسپلیسمنت کرو رو برای هر دو حالت میبینیم که طبیعتا با کامپرشن بیشتر توانایی ماده برای تحمل بار بیشتر شده و بنابراین این نمودار مشکی ultimate strength بیشتری داره نسبت به نمودار آبی، در حالتی که کامپرشنمون بیشتر هست. همین مثال رو اومدیم بهش سایکلیک لودینگ اعمال کردیم. سایکلیک لودینگ من به این صورت هست که این کامپرشن ثابت مونده و صرفا این تنشن رو لود آنلود و اینجا میبینید که اپلاید دیسپلیسمنت رو میبینید تنشن آنلود و این رو برای 68 سایکل انجام دادیم. اینجا فورس دیسپلیسمنت کرو رو میبینید برای همین اسپسیمن تحت 68 سایکل در تنشن و میبینیم که بعد از حدوداً 64 سایکل دیگه کلاپس میکنه، یعنی خیلی دگردیشن اتفاق میفته و این اسلوپ خیلی میاد پایین. ولی در طی همون 64 سایکل اولیه هم میبینیم که این اسلوپ هی داره کم و کمتر میشه و این در اثر فتیگ هست، چون ما الان فتیگ رو به مدل اضافه کردیم. و نهایتاً دمیج فیلد رو تحت 68 سایکل میبینید که خب این به دلیل اینکه ترجیح دادیم که مش ما خیلی هوموجنایز نباشه، این مسیر کرک میتونه هر مسیر دیگه ای باشه، میتونه به سمت پایین باشه، میتونه ضربدری باشه، ولی خب الان به این صورت هست به دلیل مش. ولی خب میبینیم که تنسایل فرکچر اتفاق میفته در ابتدای کار. و اما مثال آخر ما یک پرفوریتد پلیت رو در نظر گرفتیم که 23 تا هول توش هست و این رو تحت کامپرشن قرار دادیم. اینجا می‌خواستیم ببینیم که خب مدل در سر کامپرشن چجوری رفتار میکنه. مثال قبلی کامپرشن داشتیم ولی در اصل داشتیم تنسایل سایکلیک لودینگ رو اعمال می‌کردیم. اینجا می‌بینیم که در اثر کامپرشن، یعنی این اپلاید دیسپلیسمنت رو من اینجا نشون دادم که اول کامپرشن اضافه می‌کنیم، بعد آنلود می‌کنیم، اضافه آنلود. بعد از 114 تا سایکل فورس دیسپلیسمنت کرو رو اینجا نشون دادم. تو سایکل‌های اولیه هنوز ما به فتیگ نرسیدیم، هنوز به اون ترشهولد نرسیدیم، بنابراین هیچ دگردیشن اتفاق نمیفته. اما بعد از مثلا سایکل 100 این دگردیشن دیگه داره اتفاق میفته و این دگردیشن رو ما داریم دیگه میبینیم توی سایکل آخر تا وقتی که فیل بشه. اینجا دوباره من دمیج فیلد رو نشون دادم در سر 114 تا سایکل. خب میبینید که ما این نشون میده که مدل ما هم میتونه تنسایل فرکچر رو کپچر کنه هم شیر فرکچر، همونطور که میبینید اینجا. توی این شکل‌ها من اومدم کومولتیو پلاستیک استرین رو نشون دادم که نشون دهنده شیر فرکچر هست در واقع و میبینید که این مجموع پلاستیک استرین هایی که اینجا جمع شدن توی این حالت زیاد هست و این نشون دهنده شیر فرکچر هست. و نهایتاً تریس آف اسپی، همونطور که گفتم تریس آف اسپی مهم بود دیگه، نشون دهنده مود فیلیر ما بود، مود 1 یا مود 2 و اینجا نشون داده میشه که وقتی که فرکچر اتفاق میفته دیگه هیچ تماسی بین سطوح نیست و بنابراین تریس آف اسپی صفر میشه، یعنی اون اسپی، اون استرسی که بین سطوح بود صفر میشه. اما قبل از اون تریس آف اسپی توی این حالت ضربدری نگاتیو هست و این نشون دهنده شیر فرکچر هست و بنابراین ریزالت ما با هم همخونی داره و نشون دهنده شیر فرکچر هست. نهایتاً برای نتیجه گیری این ارائه من به شما دو حالت رو نشون دادم، حالت مونوتونیک و سایکلیک. برای این
حالت‌ها ما از ماکرومکانیکس بیسد فیس فیلد فریمورک استفاده کردیم که طبیعتاً ترکیب ماکرومکانیکس بیسد فریمورک بود و فیس فیلد مدل و به عنوان آوتلوک، به عنوان کار آیندهمون دوست داریم که یه مقدار این رو ترکیب کنیم با دیتا دریون اپروچ که بتونیم دابل پوروسیتی رو داشته باشیم توی مزو اسکیل، به خاطر اینکه توی برزیلیان اسپلیتینگ تست به خصوص ما شیر فرکچر رو داشتیم، در صورتی که در حالت عادی انتظار داریم تنسایل فرکچر داشته باشیم و فکر می‌کنیم این بتونه با این پوروسیتی که احتمالاً به کمک دیتا دریون اپروچ اعمال می‌کنیم به ماده حل بشه. و نهایتاً دوست داریم که این کلکولیشنمون رو طبیعتاً سرعت بدیم، به خاطر اینکه فتیگ یا سایکلیک لودینگ خیلی هزینه بر هست، زمان بر هست. حالا به روش‌های مختلفی هست براش، یا اینکه جامپ میکنن از سایکل ها به سایکل دیگه، یا اینکه دوست داریم که بتونیم با PGD و این روش‌های جدید این کلکولیشنمون رو سرعت ببخشیم. اینجا من فکر می‌کنم ارائه دیگه تموم شده. خیلی ممنونم از توجه همتون. اگر سوالی هست در خدمتتون.